میتونیم بگوییم که پیشی گرفتن دونالد ترامپ از هیلاری کلینتون میتوانست از تأثیر تحقیق نوی FBI درباره ایمیل های هیلاری کلینتون باشد؟ 100% اینطوری هست. قبل از اینکه رئیس FBI نامه به کنگره آمریکا بنویسه که بگه تحقیقات جدیدی هست در مورد ایمیل های یکی از دستیاران سابق خانم کلینتون، خانم کلینتون بین 5 تا 8% و حتی بعضی نظرسنجی ها 10% جلوتر از آقای ترامپ بود. ولی تأثیری که این ایمیل ها داشت در رأی دهندگان برای خانم کلینتون منفی بود و برای آقای ترامپ مثبت بود. باید به این نکته هم توجه بکنیم که این چه نظرسنجی های هر 2 تا 3 روز یک بار و توسط نهادها و رسانه های مختلف آمریکا برگزار میشه و درصد اشتباه بین 4 تا 5% هست. در حقیقت بعضی نظرسنجی‌ها نشون میدن که خانم کلینتون با وجود تأثیر بد این ایمیل ها هنوز از آقای ترامپ جلوتر است. و خودی هیلاری کلینتون راجع به این نظرسنجی ها چی گفت؟ واکنشش چه بود؟ خانم کلینتون گفت که بیشتر تمرکزش روی مسائل اساسی هست در 6-7 روز باقی مانده به انتخابات و اینکه این ایمیل ها درخواستی که کمپین خانم کلینتون داده که FBI تمام اسناد و مدارکی رو داره قبل از انتخابات افشا بکنه، منتشر بکنه که مردم و رای دهندگان آمریکایی ببینن که واقعیتی نداره اون چیزهایی که آقای ترامپ میگه و که خانم کلینتون ممکن اشتباهاتی و یا دستیار خانم کلینتون اشتباهاتی کرده باشن که خلاف قانون بوده و خانم کلینتون تأکید کرده که این گونه ایمیل ها قبل از انتخابات باید منتشر بشن. و واقعا نظرسنجی ها در باره انتخابات امریکا بازارهای مالی جهان را نیز تکان داد. ارزش دلار در برابر یورو پایین آمد، قیمت سهام نیز در بازارهای جهانی. سبب چی هست؟ با دونالد ترامپ باوری ندارند یا چیزی دیگر؟ سبب اصلیش این هست که تأثیر روانی که احتمال برنده شدن آقای ترامپ در بازارهای جهانی و در کشورهای مختلف جهان تأثیر منفی داره، برای اینکه کشورهای اروپایی، آسیا، ژاپن و چین و بقیه مناطق دنیا میدونن که آقای ترامپ اگر به ریاست جمهوری برسه در سیاست خارجی، در سیاست اقتصادی آمریکا با توجه به سخنرانی‌ها و اظهارات چند هفته پیش آقای ترامپ تحولات شگرف و عمیقی به وجود خواهد اومد و این نگرانی نسبی باعث شده که چند ساعت بعد از اعلام این نظرسنجی بازارهای اروپا و آسیا به شدت سقوط بکنه. ولی به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد. تشکر. همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر قدرت. خواهش میکنم.